زن مشناسه. زن یک کار کنه مرد نمیکنه. حالا او شوهر تو کمبخت در باغ سر زمین پلوان است. خون آمدی خانه و جای ما را دیدی، زندگی ما را دیدی، خودت که بتی وی چه کدام مانعیت نداره. خوار جان نمی دختر دیگه ما پدرش بسیار شلگی کردم که اینا مردم خوب هستن، بته دختر داد مال دختر همه ترس که بیخی من پیش پدرش شرمنده هستم، پیش خودم و دختر شرمنده هستم. می خوارک مست خاندان نیستیم ما دیگه، ما ایت خاندان هستیم دیگه، نام خدا بچیم دخترای مامگی دیگه، هم تو نام خدا به سویه هستیم. ما مردم آزاد هستیم، مردم قیدگیر نیستیم. خوارکم گفتی یگان تا یا چادری در سرش کش کنیم یا همه تو کالای کشمکش حال در جانش کنیم، نه او رقم نیستیم. ما مردم هستیم. چادری نکردن دختر از دخترم وظیفه میره میایه و انسان شناختن بسیار مشکل است. خب بازی که مشکل چی داره؟ وظیفه میمونه. ما دیدی خانم ما رو دیدی جای ما رو دیدی. نشناسم. خب بازم دیگه یک پدرش هست برش بگیم که چی میگم. نه خوارک مرا خفه میسازی دیگه پایید. نه خفه نمیسازیم دیگه بعد همین دو سه دفعه دیگه هم کامدین همراهش زیاد گرد. خب دیگه خوارکم دیگه. این دفعه 100% مراضی میسازیم میشه. سعی دیگه ما منتظرت نباشیم بریم دیگه خوارکم. ما میریم خود. نه قربانت دیگه. ماشینی میکنیم ما میرفتیم گپ دانه که ما شیرین میشد یک ذره میشتیم سایل صحبت میکردیم یک 5 دقیقه دل ما درد نمیکرد. حالا که نیشین در پدرش میمونی دیگه جگر خون ما کردی. شیرین میکنم. سعیس وقت این خفه ما ساختی هوا جان. نه خفه نشوین دیگه. خفه نشو. خیره خواستگار 100 دفعه میره. میایم 100 دفعه دیگه بگوییم میایم. خواهی دفعه که آمدیم با دیگه بی دسمال بی شیرینی نمیریم دیگه خوارکا. نکنه که خفه شوی خوارقندم. این دیگه باز دیگه گلا نکن دیگه خفیم نکن. ما بریم خود دیگه خوارکا رفتیم بشینیم دیگه. خدا کاش که می بود یک چند شب دیگه نمیشه خوراکم برم خانه هم یالم 2-3 شب بودیم باش که خانه برم خدا گوشتم قصه قاق نشده یعنی برات گوشت قاق پخته میکردم. نه خیر است با سنا نخوری کدام وقت دیگه میایم. نه تنها خودم میخورم بیازم. کدام وقت دیگه میایم باز پخته کن. حالا برم دیگه 2-3 شب شده این 6 برم خانه که خدا هم خوشیم چی وضعیت بندازه. آقا گفته زود بیا. چه پتنگی خوراکم پیش خوشید. کمی یک در سرد غال مغال که چیزی گفتید فقط مرا خبر کو. نه چه ما خونه میگیرم باز. شیانه. نمیشه دیگه چقدر جنجال کنیم. نمیشه دیگه. هر روز اگه خما دراش زبان کنم هر روز خونه ما جنگ میخیزه. اعصاب آدم خراب میشه. کجا خانه تا غم خانه خوشید کجا خوب است. خوب خونه ایست میداد. چکنم دیگه. من خوب میتونم جوابشون بدم. باز تو اگر هر روز جنگ کنم دیگه هر روز خونه ما سر صدام برای اعصاب خود آدم خراب میشه. باش برم چی میگه شاید گپ نزنه شایدم او که من میشناسم اینال ما برم یک عالم جنجال میکنه کدام من خدا چقدر دعوا کنه هر چیز سرش با هم یکی می خورشید پیردار دان دروازه مچ مس نیستک نمیفهم دیگه. باش برم ببینم فکر نکنم شاید تو باشه. اونا فکر نکنم باشه دیگه. باش برم چی میشه. به خیر باشه. خب اگر میبودی خوب میشه. هدایتشون کنه دیگه. بخی من خود دیوانه کردن سر هر چیز یک گپ میزنن جنجال خودم میکنن. بلا در پسشان هیچ دمی قصه شان نباش. حالا گفتم کار میکنن بکنن. گفتم یک شو بشی زود بیایی. بگو چرا من یک شو بشینم مگه باز عالم ششتیم برم ببینم چی میگه. بلا در پسش دیگه چی کنم. حالا خب یک شو 2 شو نگاهت کردم دیگه دفعه کامد یک هفته نگاهت میکنم. خود دیگه دفعه که خانه شوید نبودی دیگه نه خوب شد. پدرم رفت گو بچه رو دید میگه خوب بچه است. خب مگه باش ببینیم شاید بتیت دیگه خودتم راضی استی. دفعه دیگه خوب بچه باشه. این فامیلش خوب باشه. خوب بچه است. من رفتم دیگه خداحافظ. پناهگاه که به خدا خوراک قندم. از برای خدا این زندگی را چی کنم یال روز چی کنم اینه دختر چی به درد میخوره سنو چی به درد میخوره دختر ایور چی به درد امروز باز از یک سر کلشان گم شدن گم مرگ شون یا یک دفعه دور از سر دختر بچه چه کنم چی میکنی بشی قراغمش که بیاز اصابم خراب هستن میگه در صوب ملازانی 3 خر دیغوانی در پشت ارگودانی یکیش در خانه نیستک همی صبح کشش هدای باز هدای پیش هدای ازش باز از پشتش دینگ 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 میرن او بابا کجا میرینک های مانده و سلا آمدم
رفتم کالای ما تبدیل کردم. یکی درک نداره در خانه، هیچ کس نیست. از برای خدا، از برای خدا گرمی مردم. مثل تشنه شدیم که از تشنگی زبان و ملقم یک بلز بر آمده. چی کنم این زندگی را؟ این زندگی چی به درد میخورم؟ آرام میشینی در جایت دیگه، خدا شور نمیتی. فهمیدی یا نه؟ دیگه خدا شور نمیتی که بیاز و اصام خراب است که نشا که بخیزم همی کفت کلگی را از تو بکشم. ما چم در کدام گور مرگ رفتن یا در کدام قبرستان کونه رفتن. نکو گمشا، نکو نگی غرض که دست پنجه تا خشک میکنم. بیش قرار در جای که بیاز کرم سرم طور خورده که نشا که کل قصورا را از تو بکشم. نگو خنده. خدا دیوانه تان کنه. دیوانه شدم که شما دیوانه بیخی کجا برم؟ بیخی به خدا سل شدیم. در کدام کو بالا شم که در دست از یا کم تا سر به طلاق برم در کو بالا شم که بگویم خدایا دیگه مرا تیر از همی خانام، از همی جایم، از همی باغم، از همی بطام، از زمش مرا تیر. چی کنم این زندگی را؟ مردم سنو میاره که باش که دستم سبک شود. فقط روز تمام روز در سرخی و سفید است. سرخی کنه بالا، یک روز نباشه سرخی، رسوایت کنه سرخی. چی کنی؟ سرخی را شرستی خانه تا برابر کو، جای تا برابر کو، زندگی تا برابر کو. نکو بیش قرار بیکن تا بخش میزن دمی دانت خاک دست سرت. دست دیوانه شدیم. دیوانه شدیم. باز من مردم میگه که چرا مردم ملامت میکنه که تو بدوا میکنی. دست مغز استخوان میاره بدوا میکنه. یک گمامی را نیافتم غیر گلخندیاره. یکیش به دردم نخورد. یکیش چاپی میکنی؟ بگو چاپی کن. آفرین چاپی کن. یه نتا چو خوب آدم شدی تو. ایلا با ایلا هفته از کدام سو برآمد؟ باشه که هفته و ببینیم که از کدام سو برآمدک. الو پایای محمد گفت که الو خیلی بینی خوب بزار پچخ کو. الو پای ما شکستاندی. محمد کس چاپی میکنه. محمد کس چاپی میکنه. میبینی که مرا پوده و سخان گرفته. نه شالیلا آمد. سلام علیکم مادر جان. و علیکم سلام. تا حال کجا گم مرگ بودی؟ پس کسو نکو چاپی. تیر مرا چاپی. این سر صدا داری؟ دیگه چی باشه؟ دیگه چی گپ باشه؟ از برای خدا همی آدم سنو میاره که دلش باغ شون یا دلش داغ شوه. تو میره بر من مادر جان خو از اجازه گرفتم گفتم خانه مادرم میرم. دل سکی پر سر من خالی میکنی. دست تشنگی زبانم یک بلش زبان بر آمده. یکی نیست که یک گلاس آب بیاره یک گلاس چای بیاره برم. چای و نو در خانه است میگرفتی. یک روز که گرفتیم قیامت نمیشه که خودت خوردی. او خانه است یا طبیله خانه؟ چین یک من نیستم دیگه. کلگی از یک سر خبری برآمده. توی خبری کل از یک سر دیگ یک سو جور تیار بود. کل دیگ یک سو کاسه دیگه سو پیاله دیگه سو کلش نمت نقل میدان ورتیت شده. دختر تو کدام من خود جمع کرده رفته بودم خانه مادرم. کل چیز جور کردم و روز از خودم اجازه گرفتم برآمدم رفتم. حال سر چرا سر صدا داری؟ وقتی دختر در کجا اجازه گرفتی؟ در کجا اجازه گرفتی؟ نبودی نگفتم خانه مادرم. دمی کتگی درای دمی چشمای تنگکم درای دمی کتگی در کجا از من اجازه گرفتی؟ کجا من گفتی؟ تو قال سالستی که از من اجازه میگیری؟ چرا گردن تبسته میکنی مادر جان؟ هر دفعه که رفتیم ما ازت اجازه گرفتیم. چرا تو دروغگویی میکنی؟ چقدر اجازه گرفتی؟ همیشه ازت اجازه نگرفتیم؟ نه مرا تو که بی اجازه میکنی کدام جای؟ همی که برآمدیم کون داو پتی بودیم یا داو پلوان بودیم که سعی کردیم کون برآمدی رفتی. مادر جان دروغگویی نکنین. من ازتون اجازه گرفتم که رفتم. و یکی من اونجا خانه مادرم کار داشتم. بر خوارم خواستگاری آمده بود. چرا تو میکنین کدام؟ چی خواستگاری آمد؟ تو شیرینی میدادی؟ تو شیرینی میدادی؟ اون مادر داشت شکر پدر داره. اون خودشان شیرینی میته. آجت بعد تو چیز بچه؟ ما اونجا فامیلم میشه خانوادیم میشه باید دقم خوشیشون کدشون باشم.
واه واه عجب تر خوارندر سیال میگیره که باز تو دشین خودش باشی تو سر پیاز تو کنه پیاز تو میابینه پیاز تو چه کار هستی شما رو به مسائل خانوادگی من کار نیست مادر جان، نیازم نیست که مسائل خانوادگی چی مسائل خانوادگی مسائل خانوادگی تر غرض نیست یا سعی گردن بتر نشه اکشن نکن مادر. امیالم خراب شدی والا. عدس شما عدس ماتم شما به میال روز زیاد رسیدم اکشن یاد داری نه اینا گردنک میکنی خدا. از دست ماتم شما به میال روز رسیدم. اگر شکر گلوار جور بودم امی گل گلابار شکفته بودم اما تو تیتک بودم کل کارم امی که بشه میزانم تاگم شد بشه که میزانم تا یک ذره نفس تا بگی مادر بخی دل مرا تنگی گرفت بجای تو چیغ نزن. چیغ نزن شما مرا مجبور میسازین که چیغ دیم بچه ما هیچ کار نکردیم ما هیچ کار اشتباه نکردیم که سر ما چیغ زده رویستی. اگر در تشنابا میری اگر رفته خانه رم تو مانده اگر در تشنابا میری یک دفعه که پر میزنی سفیده یا سرخی اگر در جارو کردن آمی باشی یک دفعه میدوی یک پر میزنی اگر در دیگم با دیگ بالای سر دیگ سرخی و سفیده ماندگی سک یک دفعه دیگ شور میته باز یک دفعه سرخی و سفیده میکنه باز میکنه خدا چقدر تومت میزنی مادر کی ما تو کار کردیم سالا دیدیم تا سالا دیدیم ما فقط وقتی که وظیفه میرم یک ذره سر روی ما میشویم که ما روی چرک رفتن نمیتونم در وظیفه پیش مردم دیگه ما چی وقت سرخی و سفیده کردیم که سر ما تومت میزنی راست میگی بچه راست میگی بگی که نگیری تا راستیام تو که نگویی کی بگویه زبان تو که 6 متر پری آسیا وارو چرخ نخوره از کی بخوره از کی بخوره هم نیست فقط جوابای تو نمیتونم دیگه چطور کنم مال از خانه مادر ما آمدیم سر ما کار شده رئیسی دال که هیچ کار نکردیم دل سر کی پر است اومدی حال یکی تو نیستین نه دختر ایوارم است دختر تا میگفتی که باشه دخترم بچیم نفر خدمت تو او مال مردم امانت است پیش من میمان از در خانه من نمیتونم در خانهش روان کنین دیگه چی شام روز در خانه ماست خب میکنه زلیت بابیش از سر سینی تختی سینیت میشینه باشه دیگه اصلا چرا بیا با مزدوری تو نه مزدوری مرا نکنه مزدوری تو را کنه وقت زاید از سرخی سفیده نسوز بیا بشی کار تکو تو سلوستی مرد خانه استی ما مرد سلو دخترم کس مردم زن مردم است که صدای سرم بد میخوره از بس که اینم تو گپ زدی سر من اوه صدای تو سر من خوش میخوره صدای تو سر من به قرآن مرمی داشکه وار صدای تستن میفهم یا نه داشکه مرمی داشکه صدای تو تو یاد نداری همیشه خدا تو در جنگ و در دعواست اینم ترستی که خدا تو رو انتقاد ای جور نیست یک روزم وی صدقه جان خود میکنم صدقه نام نشان خود میکنم میفهم یا نه نشان دارین شما میفهم یا نه چی نام نشان داره نه نداریم سعیس با کل قریه معلوم است قریه معلوم است شما روزای جنگ داره سعیس با شما معلوم است خوار دوزی که ما دوزیم میگه دیگه خاندان منافق کلگیتون منافق هستین کی منافق هست ما منافق هستیم با کل قریه بچیم تاج ما در سر ماینت زدگی است معلوم دار هستیم تاجتون دیدیم با کل قریه معلوم است شما خاندان دوز کلگیتون دوز هستین چی دوز خیلی خوار خود کردی که دوز است خیلی خوار کار خدا شوی الو در فرق بچیم خورده خدا جون مرگت کنه تو چرا دم دست ما آمدی کجای توگار شد پیشانیت خدا کفید بچه آلمی تو چرا زمین هر جای میایی هر جای میایی یک ذره فکر تبیه چی میکنی چی مرک میتلبی همینجا آدرس زن سل شدیم آدرس تو سل شدیم ناشنین چه باش بگذار خدا بیدار نمیگیرم موجور است او شار چیستی؟ خمیلو چرا آمدی که اینا چبلق در کلی تو خورد؟ چرا میزنی؟ چرا میزنم؟ میزنم به این میزنم که یک ذره خدا بیدار بگی خدا بیدار بگی ندرای آدم شو با خدا گخو بانواد ای خدا سل شدم حالا دم دست پایم رفت حالا تشنه شدیم جل زدم به خدا جل زدم چه شدی دختر بی پدر گفتم یک پیاله چای بیار
گم و مرگ شدی الو گم شایی بمیگم به مرگ از خانه برایی مثل نازنین واره الو پروردگار عالمی به مرگ برایی از خانه. چی میگی؟ بیار چای گفتم بیار. سعیس میارم. حالا من جزای میتم بر تو سیامار چای میارم که بیخی دبینی رساندی من مادر مرزا ساختی من عدس دخت هزار مرز آغشته شدم روز امروز جار بزنم بیخی نامم جار چی مانده شده همی چهار قمسایه چی خواد گفت چی فکر خواد کردن خواد که بلایی چه بلایی زن دایی 40 سال صدای از این زن نشنیدیم حال روز به یکی سر صدای از این مبرای از برای خدا نه نام مماندن نه نشان مماندن آبرو عزت مریختاندن دمی قری الله من میگم خدا به مرگ از خانیم گمت کنه تو دختر دادوگک تو دختر دادوگک عدش تو دختر دادوگک دبینی رسیدیم. باش مامان بر تو چای میارم بخوری سیر شوی دقیقه دانتام آرام بگیرم. دختر خدا زده شسه که کل جایم تو مانده رفته دیگه با سرما گپ میزنم من کل جای جمع کرده بودم رفته بودم. باش حالا بر چای میارم خود زاره چی شوه. سیامار بخی مرا دیوانه کردی. بر چای آوردم خود زاره چی شوه. چای میخورم زاره بخور. این چای مرا ما بگی چای بخاطر یک چای قچیق کشیدی. به خاطر یک چای قچیق نکشیدیم از برای خدا مانده و ظلم میاییم. همی آدم که آدم خانه داشته باشه یک پیاله چایش تیار نباشه چه قسم همیال به مادرت که خوارت نکنه چطور است مادرت درد میرسه یا نه؟ مادر جان من مانده و ظلم نامدیم از خانه مادرم. تو فکر که برسیده خانه و یک نفر سر چی قصص شروع کنه. میگه چیزی را که به خود نمیپسندی به دیگران مپسند. خود امی گپ امیال دقیقاً به خودت صدق میکنه. نه خودت میگی بابا ما مانده و نمی‌کنه. ظلم با آمدیم مادر- با ما خودت مانده و می‌کنه. ظلم آمدیم یک دفعه دیوانه واری شروع کردی در جان ما. اونا به خود اگر چای تکین آرام بگیری. یالو بگی که باز بندازم. پرتو برم چای پرتو من یک دفعه برم بیرون. الو وی ای خاله جان چه قیشل. چای انداختی برم اونا بگی دیگر نمانده بود. وی الو داغ نخونی اون تو میشی. ای مچم بچه مرا چی شده؟ الو مرا چی شده؟ چای داغ خوردی. مچم به خدا خاله برات کار شکدیم. وی سیل تکو. الو همه تا تشنه شدی کمی زبانم یک متر بر بگی آمده چای بخور چای. همی گوشتم شور بود و یک کمک گوشت صف داشت پای داشت. الو برش ماشین کالاشویی گرفتیم اونا میره کالاشویی میکنه. کالاشویی میکنه. باش که بخی از مرگ از این من بیزار هستم. دیدی که میای بخی زبانش این سرمت تیز شده. من که جزایش بتم. حالا سیل تکو فقط ببین که چطور زبانش بند آمده. سیامار بخی مرا دید. الو بیخی پایان بیدم شدم. چرا مادر چی شد؟ الو مچم همی شکمم تا و پیچ میته گوشت و سبلی سخت بود چه بلا. حتما زیاد چی غم زدی نه و هم تاثیر داشت. الو دلکم کفید. الو وی الو
الو الو الو پرتو چکه خاله شنو به خدا نفته بتانو میره برو دیگه چی تشویش داری بان کنم تو شب بفهمه که یک نان چند تا تیر است اینا رو دغم جان خود میشه اثر آه. تو دار میشه فهمیدی بان که تو ماشین بفهمه برش خریدی که دقیقاً نمیتونه قلب یه تو کلش هم خورده یه نه تش نبود نه بان که بخوره تشنگیش بشینه سیل کن وی الو 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 وی 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 اینا مادر متوجه خود نیستی نه تو میشی وی الو چه خبر گفتیم که هر چیز نخو الو مچم وی الو آب تیمون الو کلاگیش بخونم مورا خوب است برات وی 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 دلکم کافی الو 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 مادر قزار نالگی نکو بخی گوشای ما را کر کردی دیگه الو برو همجا بیش چند دقیقه نبیا وی الو قواز زیر خراب اینجا نمیشونه خوبش کردم خاله خوبش کردم درش کردی که اینا رو خدا خوب ماشین برش گرفتیم نی ماشینی پت 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 خوبش کردم حالا بیشک از دکتر تو بیشک حالا تو خدا یه که گپ نزنی زنده داشته باشید قربان دستای تو خوب دلم یخ کرد دلم یخ کرد دل من بان که نال بتا دیگه تا شو را بشینم اونجا یک قدر زود برم میفهمی یه از دم دست پای خلاص میشه خدا قیسی که در چاپوی خود بودیم برو اوی الو بازار اوی الو الو از پای ماندم خدا الو الو اوی الو مادر دیگه چای میخوری برای چای کنم نه 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 بس من دیگه چای نمیخورم نمیخوری یه ورق سرم سر کرد پایم سستی کرد الو الو خدا آن چی خوردی مادر ده گوشت سخت گوره پای بود پای همورا داشت می‌خوری، الو وی الو زیاد میمانی خور هستی نه تو میشی الو وی الو در خانه کلگی زیاد میمانی میری دختر که خلا ایت کار به حقش کردی کنار دیگه خدا جمع نمیتونه خدا به شرمانی شیره بان که یک ذره دل ما یخ کنه سر از این اقا کی سر ما ظلم میکنه بان که یگان دفعه مامم تو درس بتیمش که بفهمه چای میخوره اینم تو درس برش بدم باش تازه اول فیلم است الو الو دمش پایم نه وی الو وی الو وی پای تو چاپی کنم پای دست شدی مادر چاپی کنم بچیم دیدی شیمای پایم رفت چاپی کو بچیم آخ تو اینال باز میخیزی میری بلکم که اگه آرام کنه یک ذره الو الو مادر بخی یک قسم بویگ میتی بچیم کاغذ تشنابم خلاص شد الو چقدر میگم که حالا پیر شدی سنت بالا رفته هر چیزا نخورده یک جای که رفتی دیگه هم تو لقمه میزنی بوی توش نان نخوردی 8 هفت میزنی دیگه بچه محمد یک شروع مزدار تند و تیز پخته کرده بود گوشتش یک ذره خام بود سخت مانده بود سختم همین پای در گرفته خوشم همین پای خورده رفتم الو اونم تو میکنی نیکی یا نه سک چی وضعیت شدی اینا بچه الو بخی یک دقیقه بویگ میتی مادر الو ما گرفت الو اینا بده الو دکار خداش نزنی الو ایلا بده ایلا بده که نزنی ایلا بده که نزنی ایلا بده